سلام بچه‌ها، چطورید؟ من فرد MMD ام و امشب اومدیم با هم دیگه بریم بهتون آموزش بدیم که چطور میتونید با یه میکروفون قدیمی و ارزونتون تولید محتوا کنید و نویز صداتون رو کاهش بدید و کیفیتش رو افزایش بدید. اگه این آموزش علاقه دارید حتما چنل ما رو ساب کنید، زنگوله رو هم بزنید و این ویدیو رو لایک کنید. دیگه کار نداریم، بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها، برای با کیفیت کردن صدامون میام قسمت تو OBS که میبینید که دارم رکورد میکنم. حتما OBS تون بعد آخرین آپدیت داده باشه. اگه نمیدونید چطوری آپدیت کنید از قسمت هلپ میاد قسمت چک فور آپدیت رو میذارید و ببینید آپدیت یا نه. خب از این قسمت به اضافه سرورک باز میکنید. وقتی که سرورک باز شد از این قسمت به اضافه این گزینه میکروفون رو میزنید. وقتی که زدید روی گزینه میکروفون راست کلیک میکنید و گزینه فیلتر رو میزنید. خب وقتی گزینه فیلتر رو زدیم دوباره از این قسمت به اضافه اولین چیزی که باز میکنیم این باند رو که باز کردیم همونطور که من تنظیم کردم های رو 20 این MID رو روی 18 و 40 18 هم درسته، لو هم روی 18 و 90. خب این رو اینطوری تنظیم کنید. اینو بعد گانتون رو روی 5 و 60 بذارید. روی 5 و 60 خیلی خوبه، هم میتونه صداتون رو از دور بگیره هم از نزدیک. نویز ساپریشن رو بذارین روی منفی 43 که هم بتونه یک کم نویز بگیره هم صداتون رو بیشتر کنه، که بعضیا میگن روی این روی RNN بذارید که بهتره، ولی من این رو بیشتر پیشنهاد میکنم. بعد دوباره اینا هم میتونید از این قسمت به اضافه همه رو میتونید اضافه کنید. خب از قسمت نویز گیت میتونید این رو مثل مال من تنظیم کنید که صداتون با کوالیتی و کیفیت بهتری باشه. خب برای نویز کمش از همین قسمت باند میایین این رو 20 و 18 و 40 و 18 و 90 میذارید که دیگه نویز نداشته باشه. خب بچه‌ها دیگه این ویدیو تموم شد. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما بچه‌ها چنل ما رو ساب، ویدیو رو لایک و زنگوله رو هم آل و تا یه ویدیو دیگه بای.